رستم، زن و بچه داری، اگه میخوای زنده بمونی حرف بزن. کار خان نیست، قسم میخورم که کار اون نیست. و کار کیه؟ کی؟ اگه خانتم این کارو نکرده داده کسی بکنه. بگو کی؟ کی؟ گفتم که آدمای پهلوانیا نبوده. حرف دیگه هم ندارم. نه، حرف که واسه گفتن داری، ولی نمیخوای با زبون خوش به حرف بیای. فهمیدم. مادر وایسا، کجا داری میری؟ مگه نگفتی دختر یه فکری واسه این کار بکن؟ دارم میرم ده پیش ننه ها دو بنویسه. برو تو خونه بودو. بیا مادر. وایسا دختر، داری منو میندازی. مادر عمر تیر خورده. عمر تیر خورده؟ آره، ما تا صبح بیمارستان بودیم. زنده است اما دراز به دراز افتاده مثل مرده ها. کاری نمیشه کرد، تقدیره دیگه. تو برای چی واسه عمر ناراحتی؟ ببین چی داره بهم میگه. من ناراحت نباشم کی باشه مادر؟ تازه همه چی داشت رو به راه میشد. دیروز عمر گفت من عروسی نمیکنم، گذاشت رفت. قریشا داشت پشت سرش داد و فریاد میکرد اگه بری اولاد من نیستی. حتی پشت سرش هم نگاه نکرد. گفتم دیگه قدیر عزیز کرده قریشا میشه، اما شانس ندارم که دوباره همه چی ریخ به هم دیگه. اونم شده مثل شوهر مقدس. والا چه میدونم، از تراکتور افتاد سرش خورد به سنگا، دراز به دراز افتاده همونجا. مادر حرف خیر بزن. من چی میگم تو چی میگی؟ من دارم میگم حالا دیگه وضعیت عوض شده. اگه بلای سر قدیر بیاد چی؟ من چی کار کنم؟ حالا مری چی تو میخوای چی کار کنی ها؟ خب من بهت چی میگم؟ گوش نمی کنی که میگم حامله شو، بچه بذار که محکم کاری کنی. دست از این کمعقل بازی و بردار دختر. وقتی که قریشو بالای سر بچهشه برو پا بنداز رو پا، کیف کن واسه خودت. برای سرسلامتی و دستبوسی که میان، امارت بدون خانم آقا بمونه. باشه مامان، پس من رفتم. برو به سلامت. نه مادر، حرف نمیزنه. میگم جون تو میگیرم، حرف نمیزنه. میگم پول، حرف نمیزنه. اگه خلیلو نمیشناختم حتی منم باور میکردم کار اون نبوده. نمیدونه. مگه میشه ندونه؟ پس خلیل از اون چیزی هم که ما فکر میکردیم عاقل‌تره. میدونسته که رستم و محکم میگیریم، به کسی آتو نداده. ولش کنید. ولش کنیم که چی بشه مادر من؟ خلیل دست پلیساست، این عوضی حرف نمیزنه. حتما به گوش اهالی ده رسیده. دیگه کم کم میرسن جلوی بیمارستان. چی بگی ها؟ بگی منتظر باشی؟ تا الان دیگه اومدن قدیر. تو مستقیم برو بیمارستان. همه منتظر تو هن. جلیل اونجاست. با اهالی حرف بزن، بگو صبور باشن، دعا کنن و سر خودم کاری نکنن. منتظر منن؟ باشه مادر، تو نگران نباش. قدیر جان، تو فکر کردی من بین تو و داداشت فرق میذارم؟ آدم بین بچه هاش فرق میذاره؟ اگه تو یه چشم منی، داداشت اون چشممه. آدم میتونه یکیشو انتخاب کنه؟ اون تو غربت بود، نتونستم مثل تو بغل خودم کنار خودم بزرگش کنم. مادر اینطوری حرف نزن. بذار حرف بزنم. دیشب ازم پرسیدی مادر من کی قراره پسر تو بشم؟ قلبم گرفت. من همیشه تو حسرت عمر بودم.
تو رو به جای اونم نوازش کردم. بو کردم، بوسیدم. اما نتونستم از عمر مراقبت کنم. برادرت خیلی عذاب کشیده، هنوزم داره میکشه. اگه بدونی چه بلاهایی سرش اومده. مادر بس دیگه، داداشم خوب میشه، نگران نباش. چشم خوردیم، چشم. ایشالله که این دعا اثر کنه. ایشالله. دجله چی شده دختر؟ میگن داداشت به عمر تیر زده. حالا چی میشه؟ عروسی مروسی به هم میخوره؟ مردم حرف زیادی میزنن دیگه. داداشم نزده، زده بود میگفت زدم. همش شایعه است. باز بیل را هم میدونن. تازه عمر داره بهتر میشه. خوب که شد عروسی میکنیم. این زیلان نیست، جاری تو میگم برم یه خدا بد نده بهش بگم. دختر ولش کن، حالا میخواد بیفته دنبالمون. ولم کن آبجی زیلان، خدا بد نده، تازه شنیدین. بد نبینین دخترا، زنده باشی. این چند وقت مصیبت داره بالای سرمون میچرخه، اما ایشالله زود ازش خلاص میشی. آبجی یه دعای چیزی واسه اون امارت بگیرین. خب آره گرفتیم آبجی جون، دیگه اتفاقی واسه ما نمیفته. ایشالله از همشون خلاص شدیم. ایشالله آبجی. ما هم داشتیم از عروسی حرف میزدیم. ایشالله که همین که داداش عمر خوب شد بساط عروسی رو را بندازه، مگه نه؟ آره به گوش کل ماردین میرسه. شما هم با خبر میشی، نگران نباش. اول از همه خدا جون عمر رو به من ببخشه. ایشالله خدا داداش عمر رو هرچه زودتر شفا بده. اما قرار نیست به تو ببخشه دجله جون. میخوای الکی شکمت صابون نزن؟ والا ما که نشون کرده و نام زدیم. آها آره یادم نبود، تو رو نیاوردن. به خاطر همینم در جریان نیستی. آی میگن یه سیب تا برسه زمین 1000 تا چرخ میخوره. اون نشونی که دیروز به هم خورد. تو هم خوب میدونی دجله. بلش کن، اصلا قصه نخور. ای وای الان یادم اومد، زنای ده میخواد بیان سرسلامتی. من برم که امارت بدون خانم آقا نمونه. خداحافظ آبجی. خداحافظ. دجله این زیلان چی میگه؟ هیچی بابا، چرت و پرت میگه. دختر دیدی چطور بهت طعنه زد، گفت من خانم آقام؟ فکر میکنی من دنبال خانم آقا شدنم؟ من فقط عمر رو میخوام، اون دوستم داشته باشه، اون امارت بمونه واسه زیلان. دختر تو واقعا عاشق عمری؟ سلام. آقا عمر تو اتاقشونن؟
نه متاسفانه. خب کی میان؟ من اطلاعی ندارم. آقا یوسف چه ایشون هستن؟ ایشون هم در حال حاضر نیستن. پس من تو اتاق منتظر میمونم. فقط مهمون دارن. چه خبره تخچه؟ پینار خانم من سعی کردم توضیح بدم اما من میخواستم آقا یوسف رو ببینم اما میتونم بیرون باشم. الان میرسه. من دوست دخترشم. حتما اتفاق مهمی افتاده که اینطوری بی خبر اومدین تو اتاق. من کمکتون میکنم. شما؟ لیلا هستم. عذر میخوام بیرون منتظر میمونم. لیلا؟ دوست عمر؟ آره دوست عمر. خیلی ببخشید. بیا بشین. تخچه بگو 2 تا قهوه بیارن. میخوری که؟ بیا بشین عزیزم. از دست این عمر همش پنهون کاری میکنه. اگه تصادفی نمیدیدمت آشنامون نمیکرد. همینطوره. همینه دیگه. تو هم کار سختی داری ها. انشالله ادامه پیدا میکنه. ازت انرژی مثبت گرفتم. با هم میگردیم. هیچی سخت‌تر از این نیست که فقط یکی از شریکا دوست دختر داشته باشن. واسه یوسف هم الگوی بدیه. نمایش مجردی پادشاهیه. مطمئن باش اگه تو دوست دخترش بشی من خوشحال میشم. من پشتتم. نگران نباش. یوسف کی میاد؟ یعنی خیلی مونده برسه؟ میاد یکم دیگه. قراره نهار رو با هم بخوریم. راستی عمر کجاست؟ چند روز نیستش. تعطیلاتی جایی رفته؟ منم میخواستم همینو بپرسم. ببین عزیزم، اون اینطوریه. یه دفعه غیبش میزنه. عادت به یه رابطه نداره. اگه میخوای اونو به دست بیاری باید آزادش بذاری. اینجور آدما اولش هر وقت دلشون بخواد میان سراغت، بعدش دیگه ولت نمیکنن. بهتره من برم. انگار یوسف نمیاد. قرار بود قهوه بخوریم. اب نداره. به یوسف میگم سر زدی. نه نمیخواد بگی. متشکرم. خداحافظ. باشه. آخه یعنی چی؟ چه خبره؟ انشالله که چی؟ آره بابا ماشین داره میاد. خونه خان پایمال نمیشه. خونه خان پایمال نمیشه. این راهش نیست. دارن میان. آره دارن میان. ماشین داره میان. ماشین خدا کش کنار. دارو باز کنید. خوش اومدی خان. حالا عمر خان چطور؟ خوش اومدی خان. عمر خان چطور خان؟ زنده باشی. خوش اومدی خان. خوش اومدی. خیلی خوش اومدی. خوش اومدی. باید حق و اقدار برسه.
زنده باشی. برادرتون چطور خان؟ ایشالله خدا جون داداشمو به همون میبخشه. آمین. ما دعا میکنیم شما ما رو از دعای خودتون محروم نکنید. آمین. معلومه کار پهلوونیاست خان. نمیذاری پولش پایمال بشه. انتقامشو میگیری. کار پهلوونی. نمیذاری پولش پایمال بشه. کار پهلوونی. انتقامشو میگیری. نمیذاری انتقامشو میگیری. نمیذاری پولش پایمال بشه. باید به خودمون مسلط باشیم. وقت خونسرد بودنه. همه از عدالت بزبیله را خبر دارن. همه میدونن که خشم ما نمیذاره ظالم به سزای اعمالش نرسه. اول باید مطمئن شیم تا عدالتمون خدای نکرده لکه‌دار نشه. ولی واقعیت که رو شد به حسابشون میرسی. ولی فعلا دعا کنیم که خدا جون داداشمو به همون ببخشه. آمین. ایشالله که زودتر خوب بشه. ایشالله که دعاهامونم مورد قبول حق باشه. ایشالله که سرتون سلامت باشه. ممنون خانوما، سلامت باشی. خلیل خان، رستم اومده. خوبه، بگو بیاد. نوکرم خان. خلیل خان، درد سر نشه برا ما، فقط 5 دقیقه. باشه. کی تو رو زده؟ بزبیله رو ازم بازجویی کردن خان. گفتم بگو اگه خلیلم نکرده باشه یکی از پهلوونا کرده. خدا به خانه کوچیک نگفتی؟ اگه کار خانه ما بود کارشو تموم میکرد. گفتم خان، به خدا گفتم. پس کی این کارو کرده مرتی که؟ اگه تو رو زدن یعنی کار خانه کوچیک نیست. ببین منو رستم، فردا میرم دادگاه. تا من نرفتم حبس اون عوضی رو پیدا کنین و این گندو جمع کنین. رو جفت چشام ایشالله پیداش میکنین. با اینشالله ماشالله نمیشه رستم. اینشالله ماشالله ندارین. از دست بزبیله را جون سالم به در بردی، اما از دست من نمیبری. باشه برو. گرفتم خان، نوکرتم. دختر مگه چی میشه؟ به جای من تو میری قبرستون، میگی دجله نتونست بیاد، فردا شب با هم فرار میکنین، بعدش هر کاری گفتم میکنی و برمیگردی خونه. میترسم. آخه قبرستونم ترس داره؟ چیزی نمیشه، موقعی رفتن دعا میخونی. از اون نمیترسم. پس بگو از چی میترسی؟ اگه امین علی بلایی سرم بیاره چی؟ دختر امین علی عاشق منه، تو رو میخواد چی کار کنه آخه بی‌ناز؟ اگه آبرون بره و خونه نشین بشم چی؟ میگن ندید بدید افتاده دنبال پسره، تقصیر توی دیگه، فکر میکنن دنبال منه. خب چه بهتر، میگیم خودش پا شده اومده امارت. تمومش کن دیگه بی‌ناز، هر کاری میگم باید انجام بدی. مگه من خانم تو نیستم؟ ببین اگه جرأت داری گوش نکن. تو که دیگه با عمر عروسی نمی کنی. چرا داریم اینقدر کلک میزنیم و برای خودمون درد سر درست میکنیم؟ تو اینطوری فکر کن، عمر که خوب شد میبینی که ازدواج میکنیم یا نه.
من اینجا پیشتم. پسرم خدای خودت کمکم کن. کمک کن فراموشش کنم. چی داری میگی لیلا؟ چیزی نمونده. دندون رو جگر بذار تا میتونی گریه کن. اما میگذره. توی شهر جدید دور از این خاطراتی زندگی تازه شروع میکنی. چیزی نمونده. چیزی نمونده. توی بین ناز؟ داری چی کار میکنی؟ دجله کجاست؟ خانمم نمیتونست بیاد. منو فرستاد خبر بدم. خانم آقا خیلی مریضه. نتونست بیاد. فردا منتظرش باش. فردا شب. خیلی خوب. شبت بخیر. مادر چای برات آوردم. بیا بخور. غذا هم نخوردی. پسرم افتاده بازداشتگاه. دخترم عقلش از دست داده. مگه از گلوی من چیزی پایین میره؟ بیناز. دخترم بیناز. چه بلایی سرت اومده؟ این چه وضعیه بیناز؟ داشتم بقیه غذاها رو میبردم محله پایین. برگشتنی اتفاق بدی افتاد. بیناز چه اتفاقی برات افتاده؟ بگو ببینم. اما چیزی نشد خانم آقا. ناموسم رو حفظ کردم. فرار کردم. کی به تجاوز کرد؟ بگو کی بوده دختر؟ کی بود اون پدر سوخته؟ همونی که اون شب اومده بود جلوی در. یادتونه؟ بیا بریم کلانتری. براشون تعریف میکنیم. پیداش میکنن. حسابش هم میرسن. بگیریم بشینی سر جاهاتون. شما ها میخواین حسابشو برسین؟ شما خودتونم نمیتونین جمع کنین. مگه چی میشه؟ اگه داداشم بشنوه بینازو زنده نمیذاره. ببین دختره هیچ تقصیری نداره. گناهی نکرده. تا داداشم نیومده اون مرتیکه رو بندازیم زندون. خدا چه بلایی داره سرمون میاد. همش راهمون میفته به کلانتری. عارف میبرتتون. الان بهش میگم.
مادر، دختر زهره ترک شده، نمیذارم تنها بره. منم باهاش میرم. گناه داره. نمیترسه. تو دیگه برام کار درست نکن. ببین مادر، عارف زود میبره میارتمون. دیگه چه اشکالی داره منم برم؟ باشه خیلی خوب، برین. ببین چی میگم، نرین تو اون کلانتری که داداشت هستا. تا کسی ندیده و نشنیده برین و زود برگردین. بدو این زود باشین. باشه مامان، تو نگران نباش. برین دیگه. بدو دیگه، راه بیفت. بدو. زیلان یه پیرن تمیز درون میخوام برم میری قدیر جو، یکم نفس تازه کن. تو همش میگفتی اما کسی به حرفت گوش نکرد که. کاش من اشتباه میکردم، کاش این اتفاق نمیافتاد. نه قدیر جون، تو رو خدا قسم بخور. باشه قسم بخور واسه انتقام داداشت نیفتی دنبال خلیل. تو واسه چی تو کار من دخالت میکنی؟ چه دخالتی قدیر جونم ها؟ اگه بلایی سرت بیاد من چی کار کنم؟ نمیشه، من چیزیم نمیشه، نگران نباش. بودو یه پیرن بده میخوام برم. تو نمیشه به همین زودی نری؟ الان وقت این کارا سیلا؟ مگه این کارا زمان داره قدیر جون؟ این چند وقت اینقدر ندیدمت دلم برات تنگ شده. بابا به خدا به قرآن قسم من کاری نکردم، اشتباهی شده. من بی‌ناز خوب میشناسم، اون به من تهمت نمیزنه، کس دیگه حتما گفته. ساکت شو بابا، حالا معلوم میشه تو بودی یا کس دیگه. خدایا خودت رحم کن. قربان مظنون آوردیم، بیاریدش تو. ببینید قربان، به خدا من کاری نکردم، بی‌ناز به خدا اینا منو اشتباهی گرفتن. این بود که میخواست ناموست لکه دار کنه. واقعا که خجالت داری. تو از خدا نمیترسی؟ قسم میخورم تهمت زدن. قربان همه اینا دروغه، باور کنید دروغه. بندازینش زندان. به خدا به قرآن من نکردم، خدا منو بکشه. اگه دروغ میگم خدا منو بکشه. به خدا من نبودم، بیندازخانه تمومه، میکشمه. بگو حرف بزن، اینا همش تهمته. به خدا تهمته، به خدا دروغه. خوش اومدی دخترم. لیلا توی حیاته. راستی سلیل این کاراشو کرده، داره میره ماردین. تو هم بهش بگو کار خوبی کردی، از این حرفا دیگه نگی من گفتم ها. باشه نمیگم. یه وقت خدایی نکرده اون کلاه برداره دوباره بهش زنگ میزنه، اون بره منم پشت سرش میرم. تو هم همون جایی دیگه نمیمونه خاله فضیلت جون، اصلا نگران نباش. ایشالله دخترم، ایشالله. تو برو من برات چایی دم کنم. یه چیزی میگم اما عصبانی نمیشی یا؟ اینقدر ناراحت هستم که عصبی نباشی. نگران نباش. خوب شد که داری میای. دروغ چرا؟ خوشحالم که اونجا دیگه تنها نمیمونم. زندگی چه بازیایی با آدم میکنه. به خاطر عمر از رفتن منصرف شده بودم. الان لحظه شماری میکنم برم.
دیگه راحت تر فراموشش کنم. حتی جلوی خونه‌مونو یادم میارم. این میز لعنتی، این رو میزی که به خاطر اون خریده بودم، این صندلی. نمیخوام حتی یه دقیقه هم اینجا باشم. هر جا رو نگاه میکنم اونو میبینم، گریه میکنم. عزیز دلم، پسرم بیدار شد، پسرم بیدار شد. دکتر، پرستار، پسرم بیدار شد. مادر بگی بخواب دیگه، صبح زود پرواز داری. الان میخوابم مامان، بذارین تلفن رو درست کنم. خط جدید خریدم، شمارش رو سیف کن. دخترم ایشالا اونجا حالتو بهتر میکنه، میبینی. برو سر کار، به محض اینکه خونه گرفتی منم میام پیشت. من که تو رو تنها نمیذارم. معلومه میای مامان جان، اونجا تنها نمیمونم. الان حالتون چطوره؟ احساس دردم میکنی؟ خیلی متشکرم. نه خیلی خوبه، فقط یکم سرم گیج میره. طبیعیه، 10 روزه که رو تختین. 10 روز؟ داری چی کار میکنی عزیزم؟ بگیر بخواب. خواهش میکنم آقای عمر، یه چند تا سوال ازتون میپرسم. میدونی چی شد؟ چرا تو بیمارستانی؟ تصادف کردم. کجا بود؟ یادتونه؟
میخواستم به پرواز برسم. خوبه، داشتین کجا میرفتین؟ اگه بگی برمیگردی خوب میشم. پس خوب باش، چون شب اونجا. قول میدی؟ بهت قول میدم. ساعت 9 میشدم. پس الان به مامان میگم. حتی اگه بگن دنیام به آخر رسیده، بازم نمیتونن جلوی منو بگیرن که شب بشه نمیشم. استانبول. آره استانبول. مادر تلفن من کجاست؟ پسرم تلفن ملفون ندادن، حتما تو تصادف گم شده. مال خودتو بده مادر. آقا عمر بخوابین، انقدر خودتون رو خسته نکنین. بله زخماتون خوب شده، هوشیاریتون هم برگشته، اما تا ترخیص باید مرتبا کنترلتون بکنین. باش شما کارتون بکنید، فقط یه دقیقه. تلفنت هم عوض کن، خونه جدید، کار جدید، همه چیز جدید. از خاطرات بد خلاص شو. کسی هم نیست زنگ بزنه. 10 روز گذشت، لازم نیست بترسی. این قضیه تموم شد. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. لعنتی. چی شده عزیزم؟ صبر کنین. چی شده؟ من لطفاً ای بابا. داری چی کار میکنی؟ بگی بشین، کجا میخوای بری؟ وای خدای من. آروم باشین. من فوراً باید برم استانبول. با این حالت کجا پسرم؟ دیوونه شدی؟ چه استانبولی؟ خواهش میکنم آقای عمر، امکان نداره، نمیتونم اجازه بدم با این حالتتون از بیمارستان بیرون برید. دکتر سرم بزنین، دارو بدین، هر کاری که لازمه بکنین، چون که من باید فوراً برم استانبول. چرا استانبول؟ حالا دیگه تلفنی داری که منتظر نیستی زنگ بخوره. زیاد درست کنین، مادرم میاد. صبح بخیر. صبح بخیر. من نمیخورم، میرم. دیار جون با شکم گرسنه که فکرت کار نمیکنه دخترم. بعدش هم خانم آقا از دست ما عصبانی میشه، میگه مراقب دخترم نبودین. 2 لقمه بخور بعد برو. نه آبجی امینه، تو مدرسه یه چیزی میخورم. صبح بخیر خاله، مجبوره. تو چایی بریز، قدیر دیرتر بیدار میشه، دیر وقت خوابید، خیلی خسته است. بشین مادر جون، بشین، خوش اومدی. والا حق با تو بود مامان. عمر همینطوری افتاده تکون نمیخوره. قرشم از بالا سرش تکون نمیخوره. خب تقدیر الهیه دیگه، نمیشه عوضش کرد که. والا خیلی گریه زاری کردم، گفتم بدبخت شدم، اما عجله کرده بودم. به سلامتی تو یه بچه بزا دیگه، نه لازم از قریشا بترسی نه از هیچ کس دیگه. آی دختر، منم آوردی پیش خودت، نشوندی بالای مجلس. والا مامان جون، برات همینجا یه تخت میذارم، کل روزو بشین کیف کن. نه لباس به شور، نه ظرف. همه مثل پروانه دورت میچرخن. کجا رفت اون مجبوری که جرأت نزدیک شدن به اینجارم نداشت؟ ملت میگن از کجا رسید به کجا. زهر مار بخورین انشالله. انگار داره به کلفتش دستور میده عوضی. قور نزن. چرا قور نزنم؟ چرا قور نزنم؟ میدونو خالی دیده داره واسه خودش خوب میتازونه. اوه الو. ها بفرمایید خانم آقا.
باشه خانم آقا، من همین الان جلیلو میفرستم. خب چشممون روشن. آخیش خدایا شکرت. مژده بدین خان به هوش اومده. خانم آقام داره میاد امارت. خدا سایش از سر ما کم نکنه. خدایا شکرت. بیا این چایی رو بخور. رسیدی زنگ بزن مادر. مامان جون تو رو خدا قصه نخور. به محسن که برسم خونه میگیرم تو هم میای پیشم عزیزم. قصه نخور، فکرم پیشت میمونه مامان جان. باشه دخترم باشه. سفر بخیر. خان خدا تو رو به ما بخشید. خدای شکر. جلیل به هم بگو لباسم کو. لباسا؟ تو ماشینه. خب پس چرا نمیاری؟ برو دیگه زود باش. ببین عزیزم، قدیر و دیارم تو راهن، کمی صبر کن، عجله نکن. استانبول که فرار نمیکنه. نمیفهمم والا. از به هوش اومدنت خوشحال باشم یا نه؟ مادر من باید الان برم. اصلا کسی به حرف من توجه نمیکنه. فکر نمیکنی باید چی کار کنیم چی کار نکنیم. مادر فکر اونشم کردم، شما نگران نباش، زود برمیگردم. خدا میدونه کارت تو استانبول چیه. معلومه مهمتره. مهمه، از همه چی برام مهمتره.